درود به همه شما دوستان خوبم. من صدرا از کانال فرکانس هستم و تو این ویدیو میخوام درباره اندی ناوارد، بازیگر فیلم وسواس یا همون ابسشن باهاتون صحبت کنم. کسی که یک شبه به یک ستاره معروف هالیوودی تبدیل شد. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. بزن که بریم. تو دنیای پرزرق و برق هالیوود ستاره شدن نتیجه سالها تلاش و تجربه است. اما گاهی یک نقش و یک فیلم میتونه مسیر زندگی یک بازیگر رو برای همیشه تغییر بده. اندی ناوارد متولد 3 مارس 2001 از مادر استرالیایی و پدر مکزیکی آمریکایی هستش که در کالیفرنیا به دنیا اومده. او تابعیت آمریکایی داره و از خانواده‌ای با ریشه‌های لاتین تبار به دنیا اومده. دوران کودکیشو تو کالیفرنیا سپری میکنه. قدش 152 سانتی متره و 46 کیلو وزن داره. میشه از طرف به عنوان جاسویچی استفاده کرد. پرستینه‌ای که من تو باشگاه میزنم از این سنگین تره. بگذریم. 2 داداش و یک خواهر بزرگتر از خودش و یک برادر کوچیک‌تر داره. مادر رسما تولیدی رو انداخته بوده. از همون سن پایین به بازیگری علاقه داشته و همین علت تو مراسم‌های نمایشنامه‌های مدرسه شرکت میکنه. همون جور که خودش یه بار گفته در نوجوانی تو کلاس‌های بازیگری شرکت میکنه. به دلیل شغل پدرش که در ارتش خدمت می‌کرده تا سن 15 سالگی تجربه تحصیل در 11 مدرسه رو داشته. بعد از جدایی پدر و مادرش، اندی در شهر وایسالیای کالیفرنیا به تحصیلش ادامه میده. اولین نقش مهم اندی در سریال 13 دلیل برای اینکه و همینطور سوپرمن لوئیس بود. این دو پروژه توجه مخاطبین رو به خودش جلب کرد. همچنین در فیلم واندر دارکلی و چند پروژه کوتاه دیگه حضور داشته. خودش یک بار تو مسابقه گفته بود که ورود به هالیوود و رقابت با صدها بازیگر دیگه چالش‌هایی رو براش به همراه داشته. همینطور اشاره کرده بود بعضی موقع‌ها برای یک نقش باید بارها تست می‌داده و گاهی با ناکامی روبرو می‌شده. اما همین تلقی‌ها بهش یاد میده که چطور با فشار و ناامیدی مقابله کنه. نکته جالبی که درباره اندی هست اینه که قبل از شهرتش به عنوان بازیگر استریم می‌کرده و استریمر بوده. به همین دلیل بخشی از جامعه جوان از قبل از او شناخت داشتن. لینک کانال یوتیوبش رو پایین همین ویدیو براتون میذارم که اگه خواستید برید و ویدیوشو نگاه کنید. به فیلم ابسشن میرسیم. نقطه عطف کارنامه هنری اندی ناوارد. فیلمی که نه تنها مسیر زندگی اونو تغییر داد بلکه نقطه جهش قابل توجهی در زندگی هنریش بود. خدایا کی میرسه زندگی ما اینجوری تغییر کنه. کارگردان فیلم گفته که اندی با وجود سن کم پختگی خاصی تو بازیگری داره که برای نقش نیکی ضروریه. البته این نقش برای اندی خیلی راحت نبوده چون که برای اینکه بتونه احساسات پیچیده و بدون اغراق کاراکتر رو به مخاطب انتقال بده مجبور بوده فیلمنامه رو خوب تمرین کنه و از همه مهمتر با یک سری روانشناسا همکاری کنه از جمله پدر خود کارگردان به این علت که پدر کارگردان روانشناس هستش. منتقدان بعد از اکران فیلم بازی اندی رو ستودن. چند تا دلیل بود که باعث شد اندی یک شبه به یک ستاره تبدیل بشه. مورد یک بازی بی‌نظیرش در فیلم وسواس. اما دلیل دوم تاثیر بیشتری داشت و اون هم ارتباط گرفتن در فضای مجازی با طرفداراشه. اندی خیلی از زندگی شخصی خودش در فضای مجازی چیزی نمیگه. تنها چیزی که میدونیم اینه که سینگله چون میخواد تمرکز اصلیش رو کار و حرفش بذاره. از طرفی رابطه خوبی با خانواده‌اش داره. اندی ناوارد نه تنها نماد موفقیت نسل جدید هستش بلکه الهام بخش بسیاری از جوانان علاقه‌مند به هنر و بازیگری در سراسر جهان به شمار میره. باید ببینیم در پروژه‌های بعدی چیکار میکنه. آیا بازم میتونه مثل آخرین کارش بدرخشه یا نه؟ در آخر امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.